شب خوابت نمیبره. اگه تکنیک ترید انفجاری رو بهت یاد بدم، چون که بدون شک اکانتت میفته روی دور مثبت و میتونی رگی باری از بازار پول در بیاری. فقط کافیه که بری روی چارت و سقف و کف کندل روز قبل رو مشخص کنی و دومین کاری که قراره بکنی اینه که سقف و کف اولین کندل 15 دقیقه اوپن نیویورک رو مشخص کنی و سپس منتظر دو تا سناریو و اتفاق میمونی. اولی سناریو اینه که منتظر شکست کندل اوپن نیویورک میمونی از سقف و منتظر پولبک قیمت به اون سطح شکست هستی که پوزیشن بای خودت رو ست کنی به تارگت سقف روز قبل. دومی سناریو این هستش که قیمت کف کندل اوپن نیویورک رو بریک کنه و منتظر ریتست قیمت به اون سطح شکسته شده میمونیم و اوردر سل خودمون رو ست میکنیم به تارگت نقدینگی های کف روز قبل. برای مثال توی این چارت کندل روز قبل رو مشخص میکنیم و سقف و کف کندل رو میکشیم و حالا اولین کندل اوپن نیویورک در تایم فریم 15 دقیقه رو مشخص میکنیم و توی این مثال شکست کف کندل 15 دقیقه اتفاق میفته.